جوانها نامه نوشتن بارها در مورد مسئله‌ای که شبکه 3 که بعضی میگن شبکه جوانان که به تعبیر بعضی برادران شبکه جاهلان الان اسم گرفته. این تفرق نیست چیه؟ آیا زمان اون نرسیده که واقعا مسئولین بزرگوار به فکر میگفتن که امروز وحدت، انسجام، اتحاد یه ضرورته، به خصوص در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی؟ آیا اینو میطلبه که یه آقای مرتدی به نام تیجانی رو در ماه عسل که به خدا این ماه رو با این همه برکات ماه زهرمار کرد، تعدادی از جوانها زنگ میزنن زار زار گریه میکردن که افطاری ما تبدیل به خون شد؟ آیا زمان اونه که بیان این آقا رو بیارن که آقا اهل سنت 4 تا مذهب هست، شیعه یه مذهبه، من به خاطر این شیعه شدم، سنی ها با حضرت علی مشکل دارن و آقای یمنی حضرت علی رو بغض میورزند، من آمدم شیعه بشم که محب علی بشم؟ بیچاره ها کور خوندید. آقای یمنی، آقای تیجانی، من سنی اعلان میکنم میگم هر کس از اهل سنت با اهل بیت و حضرت علی دشمن باشد نه تنها سنی بلکه او را ما مسلمان نمیدانیم. و از اون طرف هر کس به خلفای راشدین و صحابه رسول الله اهانت بکنه اون را هم نه تنها شیعه بلکه اون را هم مسلمان نمیدانیم. ما بغض علی داریم؟ علی فاتح خیبر؟ بله، ما علی بزدل نداریم، ما علی ترسو نداریم، علی که زنشو بزنه و هار گریه بکنه، ما این علی رو قبول نداریم. نه، علی که بیاد به دوامیس مسلمین به دختر رسول الله اهانت بشه اون بشینه تماشا بکنی، علی رو نه، ما قبول نداریم. ما علی میشناسیم، شاه شجاع، اسدالله، فاتح خیبر، شیر میدان بدر، ما این علی رو قبول داریم، دوستش داریم، خلیفه 4 مسلمینه.